سلام به همگی. امروز اولین ویدیو از ترفندهای تلگرام رو در کانال آپارات و یوتیوب آوش پرو منتشر کردیم. در آینده نیز ویدیوهای زیادی رو از ترفندهای خفن تلگرام توی کانال قرار میدیم. حتما کانال آوش پرو رو در آپارات و یوتیوب دنبال کنید تا از جدیدترین ویدیو با خبر بشید. تو این ویدیو ترفند پیدا کردن مطالب بر اساس تاریخ رو آموزش میدیم و بعد از اون نحوه سرچ کردن توی یک کانال یا گروه تلگرامی رو هم آموزش میدیم. مثلا توی این گروه تلگرامی یکی از دوستان یه فایل رو 1 سال پیش داخل گروه گذاشته که یه فایل نصبی تلگرامه و میخوام اون رو پیدا کنم. اگه بخوام با اسکرول کردن به یک مطالب 1 سال پیش برسم خیلی زمان بره. راحت ترین کار اینه که روی یکی از این تاریخ هایی که لابلای مطالب قرار داره یه بار ضربه بزنم و اینجا میبینیم که کلندر یا همون تقویم رو برای ما نمایش میده. الان توی ماه دسامبر 2025 میخوایم وارد مطالب ماه دسامبر 2024 بشیم. این تقویم رو به بالا اسکرول میکنیم و سال 2024 و این هم دسامبر و مثلا میدونم که تقریبا توی 9 یا 10 دسامبر بوده منتشر شده. 9 رو اینجا انتخاب میکنم و مستقیما به تاریخ 9 دسامبر 2024 من رو هدایت میکنه. حالا صفحه رو به پایین اگر اسکرول کنم میتونم به راحتی اون فایل نصبی رو پیدا کنم. خب اینجا میبینی که فایل نصبی تلگرام دسکتاپ هست، نسخه 32 بیتی و اینم 64 بیتی که اینجا راحت میتونم اون رو دانلود کنم و برای خودم ذخیره کنم. خب این از پیدا کردن مطلب بر اساس تاریخ که خیلی راحت میتونیم یکی از این تاریخ های لابلای مطالب رو کلیک کنیم تا تقویم برای ما باز بشه و هر تاریخی که خواستیم رو از توی این تقویم انتخاب کنیم و مستقیم ما رو به همون مطالب اون تاریخ هدایت میکنه. اما اگه بخوایم توی یک گروه یا کانال تلگرامی سرچ کنیم کافیه که از این بالا منوی 3 نقطه‌ای رو ضربه بزنیم و گزینه سرچ رو انتخاب کنیم. خب اینجا شما هر چی که سرچ کنید فقط داخل همین کانال یا گروه سرچ میشه. مثلا من یک کاربرم که عضو این گروه هم و میخوام ببینم چه مطالبی یا چه ویدیو آموزشی رو در رابطه با تلگرام دسکتاپ توی این گروه قرار داده. برای این کار سرچ میکنم تلگرام دسکتاپ و آیکون سرچ رو اینجا ضربه میزنم. خب توی نتایج 16 مورد رو برای من پیدا کرده. اگه اینجا گزینه شو از لیست رو بزنم تمام مطالب رو اینجا برای من نمایش میده. خب اگر اینجا مثلا دقت کنید توی این دوتا اومده لینک فایل نصبی تلگرام دسکتاپ رو قرار داده که میتونم رو اون ضربه بزنم و مستقیما فایل نصبی رو پیدا کنم، یا دوباره اگه شو از لیست رو بزنم اینجا هم لینک ویدیو آموزشی رو قرار داده. به عنوان مثال این ویدیو آموزشی استفاده از تلگرام در کامپیوتر رو اینجا قرار داده که میتونم لینک اون رو بزنم و فایل ویدیو رو تو کانال آپارات مشاهده کنم. به این راحتی شما میتونید توی کانال یا گروه تلگرامی سرچ رو انجام بدید و نتایج رو فقط در همون کانال یا گروه مشاهده کنید. ویدیوهای آموزشی بعدی برای ترفندهای تلگرام رو حتما در کانال آوش پرو مشاهده کنید و حتما کانال ما رو جوین داشته باشید.